گفت با خانومم میخواستیم بیایم از زنجان مشهد امام رضا. خانومم گفت بذار بریم از همسایه‌ها حلال بودی بطلبیم. گفت اومدم از همسایه بغلی اینوری حلال بودی خداحافظی. یه همسایه داشت، دختر فلج داشت رو ویلچر. خدا میدونه این چیزا که میگم با اعتقاد قلبی باور کنید. امام رضا خدا میدونه اگه بخوای هم به چشم دیدم من. نمیشه بعضی حرفا رو برای خود بچه شیعه آزاد از امام رضا. گفت اومدم با همسایه بغلیمون خداحافظی کنم. یه بچه مریض داشتن رو ویلچر بود، میذاشتنش دم در حیاط حالا هواش عوض بشه. رسیدم بهش گفتم ما داریم میریم مشهد امام رضا، کاری نداری چیزی نمی چقدر بهت گفتم التماس. گفت نه به امام رضا بگو شفا نمیخوام. گفتم چیه؟ گفت بهش بگو میخوام تو خونه خودمون زندگی کنم، این که خواسته زیادی نیست. گفتم مگه چی شده؟ گفت چند وقت بابام به مادرم میگه بذاریمش بهزیستی، برای خودش هم بهتره، بهش بگو میخوام پیش بابا مامانم باشم. اومدم به شوهرم گفتم مرد ما داریم یه همراه میریم، کسی هم همراهمون نیست، این بچه دل شکسته است، تو شما یه نفر دل شکسته باشه کار همه راه میفته، بیا ببریمش با خود. گفت نمیشه، امانت مردم راه دوره. سوار ماشینش کردیم، سوار شدیم به سمت حرم امام رضا. از اینجا به بعد داره خادم حرم امام رضا تعریف میکنه، میگه داشتم تو صحنا دور میزدم، یه دفعه دیدم نقار خونه صداش انداخته رو سرشو، انگار میخواد همه مشهد و پشت پنجره فولاد جمع کنه که خودم رو رسوندم به پنجره فولاد، دیدم ازدحام جمعیت، راه رو باز کردم، رسیدم جلو، دیدم یه دختری از رو ویلچر بلند شده داره سر صدا میکنه. گفتم چیه؟ گفت این آقا خیلی مرده. گفتم چرا؟ گفت نمیذاره من حرف بزنم، هنوز درد دل نکردم، دیدم زانوام قوت داره. بابا من 20 دقیقه است اومدیم مشهد. آقا طاقت نداشتی یه دختر خانم رو ویلچر ببینی؟ دلت رفت یا نه؟ گفت بابا شد گیسویم سپید، به ما هم سری بزن، از خانه یزید